به خط سوم خوش اومدین. سلام بر سرخترین سرخها، گرگ‌های خاکستری، تراکتوری‌های عاشق. اول از همه شهادت این دو عزیز استانمون که یکیش امام جمعه تبریز شهید سید محمد علی آل هاشم و دومی استاندارمون که شهید مالک رحمتی بودن از بینمون رفتن و این قهرمانی تراکتور رو ندیدن تسلیت میگم، چون هر دوی این شهدا از طرفدارای تراکتور بودن و حتی به ورزشگاه میرفتن تا بازی تراکتور رو از نزدیک ببینن. و اما ما تو این برنامه در مورد موج جدید تبریک‌ها به قهرمانی تراکتور از انگلیس تا فدراسیون کرواسی میپردازیم، بعد به اسم یا همون لقب تراکتور میپردازیم که چرا میگیم گرگ‌های خاکستری و در پایان به اولین سوزش از طرف رسانه کثیف عادل فردوسی پور میپردازیم که دقت کنید همه کسایی که نفاق میندازن و منافق هستند یا طرد شدن یا فراری هستند و خائن به ایران. لطفاً لایک و سابسکرایب هم یادتون نره به کوری چشم دشمنان. تا بریم ادامه برنامه، همین ابتدای برنامه این ویدیو رو لطفاً ببینید و نظرتون رو در موردش بگید. تاجیکستان 1 امارات 0 همزبونای ما هستن که یک پارسه پیش میافتن. قررش شیرهای پارسی لرزه بر پیکر اماراتی ها میاندازه. ما این کاری میکردیم چه برچسبایی به ما میزدن. بعضیا دنبال بهونه هستن تا یه جوری دل اقوام ایرانو بشکنن. چطور شده کشورهای شرق ایران به خاطر زبان دوستن و ولی غرب ایران همگی دشمن؟ فوتبال چه ربطی به سیاست داره آخه؟ هدفم این بود که نجات پرستی کار درستی نیست و از هیچ کسی قابل پذیرش نیست، حتی خود ما. اینم بگم سیاست کلی کشورمون اینجوری نیست و حتی رهبری و رئیس جمهور ایران از ترکای ایرانن. عده‌ای در پایتخت و یکی دو شهر دیگه اینجوری دارن بر طبل نفاق میکوبند و از قدیم گفتند کافر همه را به کیش خود پندارد. ما ترکا همه جوره پای کشورمون هستیم و با شهدایی که برای امنیت این مرز بوم دادیم ثابت کردیم. پدر خود من در راه وطن خون داده و یکی از همرزمان شهید باکری بوده. الان بیایین به خاطر اینکه از تیم محبوبم حمایت میکنم برچسب پانترکی بزنی، پس خودت ایرانی نیستی و ارزشی برای وحدت ملی ایران نمیذاری. شایدم واقعا ایرانی نیستی. چطور شده کرد و لور و بلوچ و عرب همه تبریک گفتن ولی از پایتخت بجز استقلال که شخصیتش فرق داره با بقیه تیم ها تبریک نگفتن؟ پس اول از خودتون شروع کنید ببینید واقعا ایرانو دوست دارین یا نه. نمیدونم، شایدم ایرانی نباشین و خودتون رو جای ایرانی‌ها بزنید برای تفرقه و نفاق. کشورهای همسایه شرق که زبون فارسی رو به هر حال میفهمن، مثلا افغانستان و غیره، واقعا سخت میکنه تشخیص کامنت یه ایرانی رو با مثلا یه افغانی که ببینیم توهین‌ها ادامه دار میشه مجبوریم به زبان ترکی برنامه اجرا کنیم تا کشورهای همسایه متوجه نشن. ولی اما بریم در مورد اسم مستعار تراکتور که معروف به گرگ‌های خاکستری هستن یه توضیحاتی بدیم. دیدم خیلی‌ها جبهه گرفتن و برچسب پانترکی میزنن. در آخر هم میرسیم به عادل فردوسی پور. در مورد اسم مستعار تراکتور که معروف به گرگ‌های خاکستری هستن باید بگم تو آلمان به بورسیا دورتموند میگن کره اسب‌ها، به بایر مونیخ میگن شیرها، به شالکه میگن معدنچی‌ها، تو فرانسه تیم ملی فرانسه به خروس‌ها معروفه، مارسی به شرها معروفه، به موناکو میگن شاهزاده‌ها. تو اسپانیا رئال مادرید رو با اسم اشباح میشناسن، به اسپانیول میگن پرنده‌های عاشق و اتلتیکو مادرید رو هم پسران ماتریس میشناسن. یعنی الان کل جهان همینه، همه تیم ها یه اسم مستعار دارن ولی هموطن های اونا جنبه دارن و حسادت نمی کنن، میرن خودشونو پیشرفت میدن. تو کشور خود ما هم کم اسم مستعار نداریم. مثلا به ملوان میگن گوهای سفید، به فولاد میگفتن زنبورهای زرد، البته الان میگن فولاد مردان. حتی تیم ملی خودمونم معروف به یوزهای ایرانی هستن که امیدوارم تو جام جهانی
غیرت ما ایرانی ها رو به گوش جهانیان برسونن. بعضیا انگار فقط با ترک ها مشکل دارن که البته اینم بگم زیاد به کامنت ها توجه نکنید. بیشتر این کامنت هایی که برچسب پانترکی میزنن خودشون اصلا ایرانی نیستن. الان 2 ساله رسانه دارم و این مسئله رو با قاطعیت میگم. خودتون حساب کنید دیگه، 15 میلیون افغان همین الان تو ایران زندگی میکنن، آدم متوجه نمیشه ایرانیه یا هدفش نفاق بین اقوامه. اینا تو افغانستان نفاق انداختن حرفه‌ای شدن، دیدن جواب داده، الان رو ایران امتحان میکنن. شک نکنید رژیم نحس اسرائیل هم پشت این جریانه. پس هر کسی که فحش داد اول بفهمید که ایرانیه یا خودش رو زده جا ایرانی، که میدونم واقعا خیلی سخته. و اما سوزش عادل فردوسی پول از قهرمانی به حق تراکتور. اولین سوزش ها از طرف عادل فردوسی پور نمایان شد که به شدت ترک ستیزه و حتی برنامه 90 که داشت یادتون باشه می اومد با بی سوادترین و خنده‌دارترین افراد مصاحبه می کرد برای برنامه 90ش که خدا رو 100,000 مرتبه شکر با پولشویی هایی که تو برنامه 90 می کرد بالاخره یک آدم با شرف پیدا شد و از صدا و سیما به خاطر پولشویی و نفاق بین اقوام اخراجش کردن با سند و مدارک. حالا ببینید برنامه مزخرف فردوسی پول کثیف اولین تیترش بعد قهرمانی تراکتور چیه؟ یعنی شرف که یک حرفه. این گردن دراز فردوسی پول عملاً یک حرامزاده هست و هدفش فقط امثال پیپی رسانه که میدونید کی رو میگم، ترک ستیزی و نفاق بین اقوام ایران. اینجور آدمای پوپولیستی جزو اولین کسایی هستن که خدایی نکرده اتفاق توی ایران عزیزمون بیفته خیانت میکنن، اونم برای پول بیشتر، وگرنه همین الانم معلوم نیست از کدوم شبکه‌های صهیونیستی پول میگیره برای نفاق بین اقوام شریف ایران. جالبش اینجاست که شجاع خلیزاده و حسین زاده رو دعوت کرده بود برنامه مزخرف خودش که باشگاه تراکتور با تیزهوشی مانع شد. باید رسانه‌های فردوسی پور رو تحریم کنیم. نه تنها تراکتور، سپاهانی‌های عزیز و استقلالی‌های با شخصیت هم باید تحریمش کنن، باهاش کلا مصاحبه نشه، چون دنبال حاشیه و نفاق بین اقوام ایرانه. این تیتر احمقانشه. تبریک به آقای کاج یا تاس، تراکتور قهرمان شد. قهرمانی تراکتور یکی از اشتباهات بزرگ عصر مهدی تاس رو برجسته کرد. کدوم آدم عاقلی این تیتر رو میزنه جز یک منافق؟ انگار جام رو آوردن در خونه تراکتور تحویلش دادن. یعنی کور بودی نمیدیدی تراکتور 3-4 همه تیم ها رو میزنه و با شایستگی بدون پنالتی قهرمان شده و شایسته قهرمانی بوده از نظر فنی؟ ندیدی مردک؟ این آدم ها زیادن ها. نمونش عادل فردوسی پول گردن درازه، وگرنه خیلی زیادن از این آدما. یه اظهار نظر واقعا جنجالی هم کرده در مورد جمعه سیاه تراکتور، گفته مسئولان امنیتی از ترس شورش هواداران تراکتور مانع قهرمانی این تیم شدن که واقعا باید بررسی بشه و من از مسئولین امنیتی میخوام این شخص رو بخوان و اگه سند و مدرکی داره در مورد این حرفش ازش بخوان، وگرنه این شخص یک منافق ملیه و میخواد مسئولین امنیتی رو خراب کنه تو چشم مردم که گور خونده. مگه میشه تو دیار باکریا یه همچین مسئولانی پیدا بشن که به مردم زجر بدن، اونم مردم خودشون خیانت کنن؟ اونایی که جمعه سیاه یادشونه میدونن چقدر تو زجر و ناراحتی بودیم دیگه. بعد حساب کنید اینایی که به ما برچسب میزنن خودشون یا فراری هستن یا طرد شده یا هم خائن ملی هستن. از اون بحث بگذریم. همچنان تبریک ها به قهرمانی تراکتور ابعاد جدیدتری پیدا کردند. حتی فدراسیون فوتبال کرواسی و شفیلد یونایتد انگلیس قهرمانی تراکتور رو تبریک گفتن، همراه با پوستری زیبا. اکثر شبکه‌های ترکیه هم مخصوصا شبکه 8 ترکیه ویژه برنامه داشتن که من از همشون تشکر میکنم از طرف عاشقان تراکتور. وقتی فدراسیون خودمون تیم‌های خودمون تبریک نمیگن، پس حقم ندارن برچسب پان ترکی بزنن به تراکتوری ها.
اینو خواستم بگم در جریان باشن. فعلا اونا احترام زیادی به قهرمانی ما گذاشتن تا شما. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین. حرف برای گفتن خیلی زیاد بود ولی دیدم که ارزششو نداره با بعضیا دهن به دهن بشین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. جانم فدای ایران یا شاسون تراختور. خدا حافظ. به نام خداوند بخشاینده مهربان. اینجا خط سوم.